سلام بچه هستم من رادینه. اینجا کانال رادین تئوری و میخوایم به یکی از مهمترین تئوری های جهان که اسمش اینه که آخر کیهان کجاست که اسمشو گذاشتم بود و نبود که ادامهشو فردا براتون میذارم که بفهمین چرا اسم این تئوری بود و نبوده بهتون نشون میدم. توی این تئوری من میگم آخر دنیا وقتی میرسیم بهش ما یه دیواری رو میشکنیم برمیگردیم به اول دنیا که هر چقدر این کار رو انجام بدیم دوباره هم اتفاق میفته، اما چون که مغز ما درک نمیکنه اون چیزی که پشت کل این کیهان جهان هستی هست درک نمیکنه. هر چقدر درک مغز ما بالاتر باشه به اون مدت 1 ثانیه‌ای که اون دیوار رو میشکنیم میتونیم همون 1 ثانیه اون ور دنیا رو بیشتر ببینیم. حالا شما میگید بهشت یا جهنم یا هر چیزی که شما بهش اعتقاد دارید. این یکی از تئوری‌های منه که اسمش رو گذاشتم بود و نبود. خداحافظ بچه‌ها، فردا منتظر تئوری خدا باشید.